حفت ذات الأصابع فالجباء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند مردی بود که به مردم قرض میداد و به غلامش میگفت وقتی برای باز پس گرفتن قرض نزد تنگ دست و کمبغل میروی از او درگذر و صرف نظر کن، یعنی بر او سختگیری مکن و اگر باز مهلت میخواهد او را مهلت بده. شاید خداوند گناهان ما را ببخشد و از ما درگذرد. سپس آن شخص فوت کرد، از دنیا گذشت و خداوند او را بخشید و از خطاهایش گذشت نمود. حدیث متفق علیه. برادر و خواهر عزیز، آیا میخواهی که خداوند از گناهانت گذشت نماید و تو را ببخشد؟ پس وقتی به کسی قرض دادی که ناچار و کمبغل است، هیچگاه به او سختگیری مکن، از او درگذر و او را باز مهلت بده. و او ناسزا مگو، دل او را مرنجان. البته خداوند از گناهانت گذشت می نماید و تو را می بخشد.